بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، امید که جور و صحتمند باشید. خوش آمدید به جلسه اول از دوره جامعه معامله‌گری. من محمد وکیل زاده هستم و خوشحالم که در این جلسه در خدمت شما عزیزان هستم. داخل جلسه میخوایم یک سری مفاهیم به صورت کلی و پایه با هم دیگه آموزش ببینیم. اولین موردی که بازارهای مالی چی هست؟ چه دارایی‌های داخل بازارها در حال معامله هستند؟ انواع بازارها کدام است و چه ویژگی‌هایی داره؟ من کدام بازار رو میتونم انتخاب کنم؟ کدامش نسبت به موقعیتی که من داخلش هستم مناسب است؟ بازیگرای اصلی بازارها چه کسانی هستند؟ در کنار من چه کسانی داره کار میکنه؟ از چه کسانی یک جورایی باید بهتر عمل کنیم تا سود بهتری از اونها بگیریم؟ روش‌های کسب درآمد از بازارهای مالی چگونه است؟ آیا فقط از طریق ترید میتونیم پول کسب کنیم، درآمد کسب کنیم یا راه‌های دیگه هم داره؟ داخل این جلسه این مطالب به صورت خیلی تخصصی و کلی در عین حال ساده قراره آموزش ببینیم. بریم شروع کنیم. اولین موضوعی که پیش میاد سوال: بازارهای مالی چی هست؟ بازارهای مالی همون جایی است که افراد و شرکت‌ها، افراد یعنی افراد حقیقی من و شما، و شرکت‌ها اشخاص حقوقی، شرکت‌ها هستند، بانک‌ها هستند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، دارایی‌هایی را مانند ارزها، کالاها، سهام، فلزات، شاخص‌ها و سایر ابزارهای مالی با هزینه‌های پایین خرید و فروش می‌کنند. دقیقاً مثل همون بازار خودمان است که داخل یک بازار میریم، یک جنس میخریم. من خریدار هستم و دکاندار یا مغازه‌دار فروشنده هست. قیمت‌ها در این بازار بر اساس میزان عرضه و میزان تقاضا مشخص میشه. یعنی چی؟ یعنی هرچی عرضه بیشتر باشه قیمت او جنس طبیعتاً پایین‌تر میره. هرچی تقاضا بیشتر باشه قیمت او جنس بالاتر میره. و از همه مهمتر عرضه کننده و تقاضا کننده، فروشنده و خریدار قیمت مشخص میکنه. بازار مالی یک بستری است برای که شما از طریق سرمایه گذاری سود کسب کنید به روش های مختلف و از اون طرف تامین مالی شود. اکثر شرکت ها از این طریق میتونن تامین مالی کنن و کارهای اقتصادی انجام بدن و از اون کارهای اقتصادی به ما سود پرداخت کنن که داخل اقتصاد نقش بسیار مهمی را داره. امیدوارم که در زودترین فرصت بازار بورس افغانستان هم راه اندازی شود و یک تکان خیلی عالی به بازار اقتصاد و کشورمان بده. خب بریم جلو. مبحث دومی. پس گفتیم بازارهای مالی چی هستن؟ یک بازار هستن که افراد و اشخاص عادی کالاها، سهام، هر چیزی رو خرید و فروش میکنن با هزینه‌های پایین. قیمت هم عرضه کننده و تقاضا کننده مشخص میکنه و یک بازاری است برای بستر سرمایه‌گذاری و تامین مالی. بریم جلوتر. مبحث بعدی: دارایی‌های قابل معامله چیا هستند؟ اولین دارایی که داخل این بازارها معامله میشه سهام هستند. سهام شرکت‌های متا که زیر مجموعه‌اش میشه فیسبوک و اینستاگرام و چند تا شبکه اجتماعی دیگه. سهام شرکت اپل، ما بیایم عقب، سهام شرکت اپل هست. سهام شرکت آمازون، تسلا، کوکاکولا، این سهام‌های شرکت‌های معتبر داخل بازارهای مالی خرید و فروش میشه و من به عنوان یک سرمایه گذار یا تریدر میتونم این سهام خرید و فروش روش انجام بدم. مورد بعدی انرژی هست. انرژی چیه؟ یک مثالش نفت، بنزین، نفت آمریکا هست داخل بازار، برنت هست، نفت دریای شمال، زغال سنگ هست، گاز طبیعی هست. پس انرژی هم داخل بازار خرید و فروش و معامله میشن. مورد بعدی ارزهای دیجیتال یا همون دارایی‌هایی که روی بستر بلاک چین هستن که جلوتر در موردش مفصل صحبت میکنیم، مثل بیت کوین، بی ام بی، اتریوم، ریپل، دوج کوین و شیبا و این موردا. مورد بعدی فلزات گرانبها. ببینید داخل بازار طلا هم خرید و فروش میشه. نقره، پلاتینیوم، پالادیوم. پلاتینیوم یک، برای دوستانی که خیلی اطلاعات ندارن، پلاتینیوم برای مباحث صنعتی استفاده میشه، کاربرد صنعتی و تزیینی داره. پالادیوم هم برای داخل حوزه خودروسازی استفاده میشه و مس که دیگه حالا کلی ما آشنا هستیم. و مورد بعدی شاخص ها معامله میشه. من قبلش یک توضیح کلی در مورد شاخص ها بدم، اینکه شاخص چی هست. ببینید ما
یک صنف، مثلا صنف 12 میخوایم ببینیم وضعیت درسی کل این صنف چند است. میایم چیکار میکنیم؟ برای مثال 10 نفر تعداد دانش آموزای داخل کلاس هستن. نمرات 10 نفر را جمع میکنیم از 0 تا 100، یکی 80، یکی 90، یگان نفر که تنبلتره 70، 80، 60. اینا یک هم دیگه جمع میکنیم، تقسیم بر تعداد میکنیم. مثلا میشه 800 تقسیم بر 10 80. این 80 میشه میانگین نمرات صنف 12. داخل اقتصاد هم یک موضوعی داریم به اسم شاخص. شاخص میایه به جایی که تک تک تمام شرکت های بررسی کنه، میایه 10 تا شرکت 20 تا شرکت کنار هم دیگه میذاره، قیمت هایشان رو جمع میکنه، تقسیم میکنه و این بالا و پایین شدن نشان این میده که او اقتصاد سالم است، اقتصاد ضعیف است یا مشکل دیگه داره. یک مثالی هم که بخوام بزنیم، شاخص داو جونز آمریکا که بچه‌ای که داخل بازار هستن روی داو جونز طبیعتاً حتما معامله داشتن. شاخص 30 تا شرکت صنعتی آمریکایه. S&P 500 شاخص 500 تا شرکت آمریکایی که شرکت‌های بورسیش میشه و نزدک شاخص شرکت‌های تکنولوژی آمریکا. و یه مثال دیگه هم آسیایی بزنیم، شاخص نیکی که شاخص بورس ژاپن هستن. و مورد بعدی ارزها. ارزها چی هستن؟ همون دلار هست، پوند هست، فرانک هست، دلار استرالیا هست، دلار نیوزلند هست، پوند انگلیس هست که خدمتتون هست، یورو هست، فرانک سوئیس هست. این ارزها هم قابل معامله هستن. پس دارایی ها داخل این 6 دسته تقسیم میشه، یا سهام هستن، یا انرژی هستن، یا ارز دیجیتال هستن، فلزات هستن، شاخص هستن، ارزها هستن. آیا نیاز هست ما روی تمام اینا معامله کنیم؟ نه، طبیعتا ما نیاز نیست روی تمام اینا معامله کنیم. ما یک یا دو ارز یا شاخص نیاز داریم، یا ارز دیجیتال نیاز داریم که رویش تمرین میکنیم، روی همون تیکه فقط متخصص میشیم، تخصصی روی همونا جلو میریم، یا روی طلا کار میکنیم، یا روی پوند کار میکنیم، یا روی بیت کوین کار میکنیم. این مباحث فقط برای اینکه شما اطلاعات داشته باشید داخل چه بازاری هستین و چه دارایی‌های قابل معامله هستن. مورد بعدی انواع بازارهای مالی. ببینید ما 3 نوع بازار مالی داریم که کل بازارهای مالی 3 دسته تقسیم میشه. دسته‌های دیگه هم هست، اصلیش این 3 تاست. اولیش بازار فارکس یا همون بازار ارزها هستن، بازار بورس یا همون استاک و بازار ارزهای دیجیتال یا همون کریپتوکارنسی. ارز دیجیتال هم لغتش که ما نوشتیم به خاطر که عموم ارز دیجیتال میگن نوشتیم، ولی در اصل کریپتوکارنسی به معنی ارزهای رمزنگاری شده است. این موضوع هم کنار ذهنتان داشته باشید. اول از همه بیایم یک صحبت کنیم فارکس که جلوتر در موردش صحبت میکنیم. بازار فارکس بازار جایی است که ارزهای بقیه کشورها در مقابل یکدیگر تبادل میشه، خرید و فروش میشه. مورد بعدی بازار بورس. بازار بورس سهام هر شرکت خرید و فروش میشه. یک مثال بزنیم، یک مثال خیلی کوچیک برای دوستانی که در مورد سهم شاید متوجه نشن یا خیلی دانش کافی نداشته باشن. از اونجایی که دوره 0 تا 100 وظیفه ما است که این مباحث ابتدایی هم آموزش بدیم، شاید بعضی از دوستان اطلاعات نداشته باشن. ببینید خود سهم چیه؟ ما یک مثال میزنیم. شرکت اپل میخواد بیاد گوشی تولید کنه. برای این کار نیاز داره مثلا $1000 سرمایه نیاز داره. خود شرکت اپل، خود آقای کی بود اسم مؤسسش هم یادم رفت، خود آقای فلانی $1000 نداره. میاد چه کار میکنه؟ میاد به 10 نفر دیگه میگه فلانی 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 بیاین نفری $100 به من بدین، $1000 میشه و من با $1000 میرم اپل را اندازی میکنم. شما میشین سهامدار داخل شرکت من و اون مقدار سهمی که دارین هر $10 یا $100 که وجود دارین میشه سهم. یک نفر یک سهم داره یعنی $100 داره، یکی 2 سهم داره $200 داره. پس این شد سهم، اجزای کوچیک یک شرکت بورسی. بعد شرکت اپل میاد گوشی تولید میکنه، فعالیت اقتصادی انجام میده، درآمد داره و او درآمد باعث چی میشه؟ باعث این میشه که شرکت رشد کنه و من به عنوان یک سهامدار $100 که گذاشته بودم $100 بشه $200 $300 $1000 و من به عنوان سهامدار داخل این پروسه سود کنم. مورد بعدی ارزهای دیجیتال. ببین ارزهای رمزنگاری شده
یک دارایی هست که به صورت الکترونیکی غیر شکل فیزیکی نداره که شما نمیتونید بگیرید. روی یک شبکه‌ای به اسم بلاکچین به صورت کاملا غیر متمرکز، یعنی هیچ کسی دخیل نیست داخلش، یعنی هیچ شخصی نمیتونه داخل بلاکچین دستکاری کنه، غیر متمرکز هست، دست هیچ دولتی نیست، به صورت خودجوش بین مردم تراکنش ها یا همون معاملات تایید میشه یا رد میشه. ارسال سریع و آسان داره، یعنی شما یک مبلغ، مثال میزنم، $1,000,000 از افغانستان میخواین بفرستین آمریکا، در عرض شاید چند دقیقه این مبلغ با یک هزینه خیلی پایینتر نسبت به صرافی‌های فیزیکی یا بانک ها برایتون انتقال میده و این خوب است و تقریبا یک جوری میتوان گفت آینده پول ها داخل دنیا ارزهای دیجیتال هستن. یک سری ویژگی منفی هم داره. ببینید ارزهای دیجیتال یک کیف پول داره، شما اگر رمز کیف پولتون رو گم کنید عملا دیگه اون پول از دست رفته، یکی از ریسکاشه. غیر قابل پیگیری هست، یعنی شما این پول یک نفر بیا از کیف پولتون انتقال بده شما متوجه نمیشین در کی انتقال داده شده، عملا پول شما از دست رفته. پس این ریسکا را داره که باید گوشه ذهن ما باشه. خب ما داخل بازار قراره تخصصی بریم در مورد چی کار کنیم، آموزش ببینیم؟ فارکس. آیا داخل فارکس میتونم سهام یا ارزهای دیجیتالم معامله کنم؟ داخل خود موضوع فارکس نه، اما داخل بروکری که شما میخواید شروع به فعالیت کنید سهام هست، ارزهای دیجیتال هم هست. پس از این بابت نگرانی نداشته باشید که من نمیتونم سهم بخرم. البته ببینید شما سهم به صورت قانونی نمیتونید بخرید، شما CFD یک جورای قراردادش میخرید که جلوتر در موردش صحبت میکنیم. شما یک جورای یک قرارداد از اون سهم میخرید. اکثر کشورهای قوانین نداره شخصی که شهروند یا کشور نباشه نمیتونه داخل بورسیش سهیم شود. دلیلش هم چه؟ یک سری دلایل سیاسی داره دیگه. دوستان ببینید شما اگر داخل یک شرکت بورسی برید 20%، 25% یا 20%، 25% سرمایه گذاری کنید، 25% کل سرمایه شرکت، عملا میتونید داخل تصمیمات کلانی و شرکت تصمیم گیری کنید و شما به عنوان یک تبع از یک کشور دیگه برای کشور یک خورده سخته که شما بخواید در مورد شرکت‌هایشان چیکار کنید، این تصمیمات بگیرید. خب بریم در مورد فارکس. من یکی از دلایلی که فارکس یا معامله‌گری داخل فارکس انتخاب کردم چند تا موضوع بوده که می‌خوایم یکی یکی کم دیگه بررسی کنیم. اولین موضوعش مکانش متغیره. شما فرق نداره داخل ایران باشید، افغانستان باشید، آمریکا باشید، اروپا باشید یا هر جای دیگه یک لپتاپ و اینترنت نیاز دارید. مورد بعدی، دسترسی اطلاعات برای عموم آزاده. چه منی که $100، $150، $200 داخل بازار دارم، چه اون شخصی که $10 میلیون داخل بازار داره، اطلاعات به صورت هماهنگ داخل یک سایتی از فارکس فکتوری که جلوتر آموزش خدمتتون ارائه میدم، اطلاعات یک جا دست ما و اون شخص میرسه. این موضوع چرا مهم میشه؟ ما یک سری اخبار داریم، یک سری راند ها داریم. راند چیه؟ همون اخبار که دست یک سری اشخاص خاص است. داخل کریپتو فکر میکنم اگر دوستانی که فعالیت کنن متوجه هستن میدونن راند چیه. داخل فارکس خوشبختانه این راند نیست. چند تا دلیل هم داره. یکیش حجم بالای معاملات هست، یکم که چون که بانک‌های مرکزی داخل این حوزه فعالیت دارن. مورد بعدی، حجم معاملات بالا. یک مثال خدمتتون عرض کنم. شما اگر یک ماهی باشین، آیا دوست دارین داخل یک تونگ یا یک برکه کوچک زندگی کنید یا داخل اقیانوس زندگی کنید؟ طبیعتاً جواب اکثر ما اینه که داخل اقیانوس زندگی کنیم. حجم معاملات هم اینجا خیلی مهمه. حجم معاملات باعث میشه که خرد جمعی تصمیم بگیره فلان ارز فلان دارایی بالا بره یا پایین بره. صرفاً من یک سرمایه سنگین داشته باشم نمیتونم یک ارز تکان بدم. بعد از 1000 تا مثال 1000 تا معامله‌گر که داخل بازار هستن، 700 تاش تصمیم بگیرن، 600 تاش تصمیم بگیرن، بالایش از 70% تصمیم بگیرن که این ارز یا دارایی بالا بره. پس یک نفر نمیتونه با یک سرمایه زیاد تاثیر زیادی روی بازار داشته باشه. از اون طرف داخل بازار کریپتوکارنسی میبینیم، داخل بازار بورس کشورهایی که اقتصادشون نوپا هستن میبینیم و این اتفاقات خیلی میفته.
خب در مورد حجم یک مثال من عددی بزنم خدمتتان. اول از همه بورس تهرانه. بورس تهران روزانه حجم معاملات 500 میلیون دلاره. 500 میلیون دلار. ببین حجم معاملات، ارزش شرکت نه، حجم معاملات، مقدار پولی که یک روز از ساعت 8:30 بجه صبح معاملات شروع میشه تا 12:30 بجه، داخل 4 یا 5 ساعت 500 میلیون دلار بالا پایین میشه. بازار کریپتوکارنسی 100 میلیارد دلاره. توجه کنید، او قبلی 500 میلیون دلار بود، این 100 میلیارد دلاره. بازار کریپتوکارنسی در 24 ساعت 100 میلیون دلار حجم میخوره. مورد بعدی بازار بورس آمریکا هست. بازار بورس آمریکا در یک روز کاری 300 میلیارد دلار حجم معاملات میخوره، یعنی 3 برابر بازار ارز دیجیتال. و گل سرسبدش بازار فارکس، روزانه 7500 میلیارد دلار، معادل 7.5 تریلیون دلار حجم معاملات داره. ببینید، یک حساب کتاب کنید نسبت به بازار کریپتو، نسبت به بازار بورس، نسبت به بازار بورس آمریکا یا بورس تهران، حجم معاملات پس بالا هست. یکی از ویژگی‌های خوبی دیگه است که داخل ارز دیجیتال ما داریم و من به عنوان یک معامله‌گر، یک تریدر دوست دارم جایی کار کنم که حجم معاملات بالا هست. عملاً روند یک ارز دست یک اشخاص خاص نیفته. اشخاص خاص. خب مورد بعدی معامله دو طرفه است. شما در بازار عادی میرید یک دارایی، مثال یک موتره یا یک گوشی تلفنه خریداری میکنید، $1000. یک ماشین مثلا، این ماشین، این دارایی که خریدی شما در طول یک ماه میره میشه چند؟ $1200. شما $1200 $200 سود کردی. این معامله خرید است که عادی همه انجام میدن. معامله فروش به چه صورته؟ قیمت همون ماشین $1500. شما میدانی به خاطر سیاست‌های دولت که قراره ماشین‌های جدیدی وارد کنه، اون ماشین قراره ریزش داشته باشه، یعنی قیمتش از $1500 قراره بیاد چقدر شوه؟ $1000 شوه. شما چه کار میکنی؟ مثالش خیلی ساده بزنم. مثالش اینه که در قیمت بالا همو دارایی قرض میگیری، میبری داخل بازار میفروشی، $1500 داخل جیبت میذاری. قیمت که رسید پایین که $1500 $1000 دوباره میری اون ماشین میخری، همون ماشین پس میتی دست صاحبش. چی شد؟ بالا قیمت گران قرض گرفتی، فروختی، پولش داخل جیبت گذاشتی، بعد از چند وقت اومدی دوباره فروختی. خیلی مثال ساده است، خودتون اصلا درگیر نکنید. قیمت بالا هر جا میدونید که قیمت پایین میآید، معامله فروش باز میکنیم تا جایی که داخل سود بیاید. مورد بعدی، پس این معامله دو طرف هم یکی از ویژگی است که داخل بازار بورس و بازار کریپتو بخش اثباتش نداریم. داخل کریپتو ارز دیجیتال یک بخش داریم به اسم بازار فیوچر که شما میتونید توشو معاملات فروش هم داشته باشید. مورد بعدی، یک بازار 24 ساعته است. دلیلش چیه؟ شما از صبح که سشن اقیانوسه شروع میشه، یعنی بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزلند داره فعالیت میکنه، بعدش سشن آسیا شروع میشه، یعنی توکیو، سنگاپور و اینا، طرفای ظهر سشن اروپا شروع میشه، فرانکفورت و نمیدونم انگلستان و اینا، و بعد از نزدیکای ساعت 4 و 5 بازار بورس نیویورک شروع میشه، بورس‌های آمریکا شروع میشه، بانک‌های مرکزیش فعالیت میکنه، از اون طرف دوباره میخوره آخر شب و بازار بورس اقیانوس دوباره شروع میشه. و همین دلیل یک بازار 24 ساعته داریم. پس یکی از ویژگی‌های خوبی دیگه بازار 24 ساعته بودنه. البته اینم خدمتتون عرض کنم بازار شنبه و یک شنبه تعطیل است. شما نمیتونید شنبه یک شنبه معامله کنید، چون که بانک‌های مرکزی اکثر کشورها تعطیل است و بازار فارکس هم تعطیله و بروکرها خدمات داخل تایم خدمتتون ارائه نمیده. پس این هم شد چند تا ویژگی. مکان متغیر، دسترسی اطلاعات برای عموم آزاد است، حجم معاملاتی بالایی داره، معاملات دو طرفه است، 24 ساعته هست. دیگه چی میخوایم دیگه؟ فقط نیاز داره ما دانش کسب کنیم که انشالله داخل دوره کنار هم دیگه سعی میکنیم حتی شده یک قدم بهتر شویم و بتونیم از این طریق درآمدهای خوبی داشته باشیم. مورد بعدی،
بازیگران اصلی بازار چه کسانی هستن؟ ما یک جا دعوت میشیم، میگه فلانی امشب بیا خانه ما. خود میپرسی از او صاحب مجلس، میپرسی امشب داخل خانه کیا هستن؟ میگه فلانی و فلانی و فلانی. شما از قبل متوجه هستی که قرار داخلی مهمانی بری، نمیدونم محفل عروسی از هر چیزی است، میدونی کیا هستن داخلی بازار، داخلی محفل. داخل بازار هم دقیقا همین حرکت باید بزنیم، بشناسیم که کی طرفیم. دوستان، اولین مورد بانک‌های مرکزی هستند. ببینید بیشترین حجم معاملات داخل بازار دست بانک‌های مرکزی هستند. بانک‌های مرکزی مثل بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، بانک‌های مرکزی اروپا، انگلستان، بانک مرکزی ژاپن، بانک‌های خود آمریکایی، نمیدونم جی پی مورگان و گلدمن ساکسس. این بانک‌های مرکزی هستن که دارن فعالیت میکنن و این حجم تعیین میکنن. ما و شما یا شرکت‌ها و مؤسسات کوچکتر این حجم از دارایی و نقدینگی نداریم داخل بازار. پس اولین مورد و بزرگترین بانک‌های مرکزی. مورد بعد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مثل ونگارد و بلک راک و حالا بچه‌ای که کریپتو کار میکنن کریپتو تراست و این شرکت‌ها چی هستن؟ در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک توضیح کلی من خدمتتون اول بدم. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ما میایم در 10 نفر میگم شما 10 نفر بیاین نفری $100 بیارین دست ما بدین، ما با این $100 که مجموعاً 10 نفر میشه $1000 میرم فعالیت‌های اقتصادی میکنم، کارهای اقتصادی میکنم، سهام خرید و فروش میکنم، طلا خرید و فروش میکنم، معامله روش میزنم. $100 شما میشه $150. این کاریه که صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام میده، با پول مردم فعالیت‌های اقتصادی انجام میده، هرچی هم سود شد یک مقدارش برای خودش نگه میداره. پس این هم شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که داخل بازار فعالیت دارن. مورد بعدی تریدرهای خرد، من و شما تا کسایی که چند میلیون دلار داخل بازار دارن، چند صد میلیون دلار شاید داخل بازار دارن. یک سری افراد و مؤسسات دیگه هم هستن. این بخش که من داخلی این پاورپوینت ننوشتم، همون بروکرها هستن. اگر ویدیوی معرفی بروکر دیده باشین ببینید یک شخصی هست که من تریدر خورده با سرمایه $100 $200 $1000 به بازار جهانی وصل میکنه. خودش یک سری بحث‌های تخصصی داره، یک سری بازارها هستن که خودشان یک سری بروکرها هستن، خودشان لیکویدیتی پرووایدر هستن، یعنی تامین کننده نقدینگی هستن. خودشان پول میارن وسط، طرف حساب معاملات شما خودشان هستن. یک سری دیگه شان هم هستن نه، یک کمیسیون میگیرن شما رو به بازار جهانی وصل میکنن. کاری نداریم، فرق نداره، در هر دو طرف باشه ما یک چارت داریم، یک نمودار واحد داریم که روی نمودار واحد قرار معاملاتی را انجام بدیم. این از این موضوع. مورد بعدی روش‌های کسب درآمد از بازارهای مالی چگونه است؟ ببینید دوستان، شما در قدم اول باید تحلیل یاد بگیرید. چیزی که آموزش میبینید، یکی سری صنف یا سری کلاس و دوره نشستین، تحلیل قرار آموزش ببینید. چه نوع تحلیلی؟ تحلیل تکنیکال. شما وقتی تحلیل تکنیکال یاد بگیرین 2 تا کار میتونید انجام بدید. اول از همه معامله گری کنید، یعنی خودتون معامله انجام بدید. تحلیل میکنید که قیمت یورو از این قیمت قراره 10 واحد 20 واحد بالاتر بره. یک خرید میزنید 10 واحد 20 واحد بالاتر با یک سود معقول خارج میشی. این میشه معامله گری، کاری که قراره یاد بگیریم. مورد بعدی تحلیل گریه. شما همون تحلیل یاد دارین اما خودتون نه سرمایه میذارید نه کاری انجام میدید. یک شخص دیگه که دوست داره از تحلیل شما استفاده کنه، شخص یا شرکت دیگه شما یا استخدام بکنه و شما سیگنال بدید. عملا همون کانال سیگنالایی که زیاد هست. کانال سیگنال هم دوستان نظر خاصی در موردش هم نمیتونم، اما احتیاط کنید، هر کانال سیگنالی قرار نیست شما به سود برسانه. پس روش دومی شد تحلیلگری یاد گرفتین، برید یک جا استخدام بشید. روش سوم سرمایه گذاریه. شما اصلا نیاز نیست برید تحلیل یاد بگیری، اصلا نیاز نیست در همین کلاس بشینی. یک نفر که تحلیل بلده و خودش هم معامله گر است، سرمایه تانه دست اینا مسپارین، البته با احتیاط بالا دوستان. این بازار جایی است که کلاهبرداری‌های خیلی بزرگی داخلش انجام میشه، انجام شده و از این طرف هم انجام میشه. هوشتون باشه، حواستون باشه، گیر
این جور افراد نیفتید. اولا کنار کسی میخواید کار کنید خیالتان راحت شد، طرف معامله‌گری مطمئنی هست، سرمایه شما قرار نیست داخل خطر بره یا 1% خیلی کمیش داخل خطر هست، کل سرمایه‌تان یک دفعه از دست نره. این موضوعاتی است که خیلی قراره براتون اتفاق بیفته. پس همیالی خدمتتان میگم خوشتان باشه که گیر افراد کلاهبردار داخل بازار نیفتید. و مورد بعدی آموزش هست، کاری که دقیقاً من الان دارم انجام میدم. خیلی از همکارای ما با هزینه خیلی گزاف، حالا ما یک در کل قصد خدمت به هموطنای ما بود که آموزش به صورت رایگان دادیم، اما همین آموزش داره خودتان هم در جریان هستید با مبالغ $200 $300 تا $700 و $1000 فروخته میشه. همین آموزشی که من خدمتتان دارم رایگان میدم، هیچ منتی هم نیست. همین که داخل دوره ما هستین برای من خیلی ارزشمنده. اما در کلی نبگم خدمتتان این دوره قابل مقایسه با اون دوره $700 و $1000 اصلا نیست. اصلا داخل یک سطح دیگه از خودتان بیاید جلوتر متوجه میشید. پس رایگان بودن این دوره پای به ارزش بودنش اصلا نذارید و قدرش بدانید. خب دوستان این جلسه داخل همین بخش تمام میشه. چند تا موضوع من خدمتتان عرض کنم. داخل جلسه صفر هم خدمتتان گفتم، جلسه مقدمه، معامله گری فقط با تمرین کردن به دست میاد. حرفه معامله گری تمرین شکست تمرین شکست تا یک جا تمرین میکنید و بعدش موفق میشید. بدون تمرین اصلا برنامه نداشته باشید از این دوره به نتیجه برسید. این دوره یا هر دوره دیگه فرقی نداره، شما دورتان رایگان گرفته باشید یا $10,000 سرش هزینه کرده باشید، تا زمانی که خودتان وقت نذارید و تمرین نکنید از بازار سود نمیگیرید. این ویدیو سعی کنید در دوستای خودتان معرفی کنید، نه به خاطر که من نیاز دارم، به خاطری که جامعه ما نیاز داره سواد مالی داشته باشه. شما همین جلسه ای که دیدین خیالتان راحت میشه آقا جلوتر فردا کسی نمیتونه سرتان حداقل کلاه بذاره. چند تا جلسه اول کامل متوجه شوید به یک دانشی میرسید. حتی اگه تریدر هم نشدید، ترید هم نکردید، شما یک دانش و اطلاعات دارید که سرتان کلاه نمیره. و همین دیگه، معرفی به دوستایتان یادتان نره. هر کسی دوست داره همین ویدیو رو ارسال کنید برش، از همینجا شروع کنه. یک آرزوی خیلی دلی دارم برای کلتان، هر کس که همین دوره میبینه، هر کجای دنیا هست، داخل کشور عزیزمون افغانستان هست یا آمریکا و اروپا و استرالیا، هر جای هستن، آرزو میکنم همیشه در اوج ببینمتان. این تنها آرزوی قلبی ما برای شما هست و ممنون که سر کلاس حضور داشتید. شاد و موفق باشید. خدا نگهدارتان.